سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 22 می در خدمت شما. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از مقامات انتظامی خواسته است گناهکاران ناآرامی در شهر خاروق را پیدا کرده و به جوابگری جنایی بکشند. او روز 22 می ضمن ملاقات با رهبران ساختارهای قدرتی گفته است تیراندازی و بینظامی‌های بدیان را باید همه‌جانبه تحقیق کنند و اوضاع در مرکز ولایت بدخشان را تحت نظارت قطعی بگیرند. روز 21 می در مرکز شهر خاروق بین ماموران انتظامی و افراد متهم به قاچاق مواد مخدر تیراندازی به وقوع پیوست که در نتیجه 3 نفر کشته شدند. بعد این ساکنان خشمگین خاروق چند ماشین و بناهای دادستانی و ریاست اموری داخلی ولایت را آتش زدند. بنا به گزارش‌ها در خاروق آرامی نسبی حکم فرما است. یک دیپلمات اروپایی از انتقاد محفل‌های حکومتی تاجیکستان از سفرش به بدخشان که روز 21 می شاهد نارامی شد اظهار حیرت کرد. ایشتوان نیترئی سردار بخش سیاسی و اطلاعات دفتر اتحادیه اروپا در دوشنبه روز 22 می بر رادیو آزادی گفت من نمیفهمم که سفر من به حادثه های روز گذشته در خاروق چی ارتباط داشته میتواند. آنگونه که من فهمیدم هنگام نگاه داشتن ماشین در آنجا تیراندازی شده است. من هیچ گونه ارتباط بین تیراندازی و سفر ما به منطقه را نمیبینم. از این پیشتر امیرقل عظیموف رئیس کمیته امنیت و دفاع پارلمان تاجیکستان گفت بدخواهان در بین تاجیکان جدایی می‌اندازند و در ضمن ملاقات نمایندگان اتحادیه اروپا با محمد باقرov فرمانده سابق بدخشانی را نام برد که مقامات او را یکی از گناهکاران ناامنی‌ها در بدخشان می‌دانند. ایشتوان نیترئی میگوید هدف ملاقاتش فهمیدن نظرها درباره تقویت پاسبانی مرزی تاجیکستان و افغانستان بود، نه چیزی دیگر. مقامات آمریکایی و کارشناسان در نشست زیرکمیته اروپا و آسیا در کنگره ایالات متحده امنیت و رشد اقتصادی در آسیای مرکزی را بررسی کردند. این نشست روز 21 می در واشنگتن و زیر رهبری دانا روراباکر وکیل کنگره و رئیس زیرکمیته صورت گرفت. وکیل آمریکایی از نفوذ افزاینده چین و اشتهای افزاینده آن به منابع طبیعی آسیای مرکزی سخن گفت و از کارشناسان دایر بر راه‌های تقویت حضور آمریکا در آسیای مرکزی پرسید. افزایش سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی در آسیای مرکزی یکی از راه‌های تأمین ثبات و پیشرفت اقتصادی درازمدت در منطقه است. در این زمان با نظرداشت همسایگیش با روسیه و چین و افغانستان و پاکستان، همکاری اقتصادی آمریکا با آسیای مرکزی نفوذ ایالات متحده را در اینجا تأمین می‌کند. در این نشست همچنین گفته شد که چین با حضور اقتصادیش در آسیای مرکزی جای روسیه را تنگ کرده است و بسیاری از قرارداد و سازشنامه‌های همکاری بین چین و کشورهای آسیای مرکزی بی رشوه و فساد امضا نمی‌شوند. رئیس شهر دوشنبه امر داده است در اتاق‌های کاری مقامات مؤسسه‌های خدمات عمومی کامراهای نظارتی گذاشته شود. با گفته شهرداری هدف از این کار راه ندادن به رشوه‌ستانی در چنین شرکت و مؤسسه‌ها است. با گفته شهرداری نصب کامراها مخالف قانون و نقض حقوق کارمندان و مسئولان نیست. در همه جا خدمت رسانی باید شفاف باشد. هر نفری که دست و دل نیتی پاک برای خدمت رسانی به مردم دارد و وظیفه خدمتی وی نیز از این عبارت است و از او کامراها هیچ وقت هراس نخواهد کرد. قرار است نصب کامراها در اتاق‌های کاری مقامات از اول ماه ایول شروع شود. از این پیشتر در خیابان و کوچه‌های شهر دوشنبه برای تامین امنیت و نظارت قاعده‌های حرکت در راه‌ها کامراهای نظارتی نصب شد. روز پنجشنبه گروه آسیاییان و خبرنگاران 80مین سالگرد زادروز سبحان رحمتوف نطاق معروف و شادروان رادیو و تلویزیون تاجیک را گرامی داشتند. این محفل با ابتکار کمیته رادیو و تلویزیون و اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان و با حضور مسئولان و همکاران سبحان رحمتوف صورت گرفت. شرکت‌داران محفل از نطاق خوش‌صدا به عنوان استاد کلام بده یادآوری کرده و جایگاه او را در ترغیب وحدت ملی و رشد سینما و تئاتر تاجیک مهم خواندند. سبحان رحمتوف 18 سپتامبر سال 2010 در سن 76 سالگی درگذشت و ویدیوی کامل در این باره با اخباری بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.